خب پس طراح لوگویی، زود تون سریع بگو چند تا لوگو داریم؟ نمیخواد بگی، خودم میگم. اولیش وردمارکه که میشه لوگوی نوشتاری که نباید با بعدی قاطی بشه. پایش یونیکه، بر اساس تایپوگرافیه. بعدی لوگوی آبسترکه که این برند چه کار میکنه چه کار نمیکنه رو نشون نمیده و به صورت اختصاصی برای این برند طراحی نمیشه، فقط از چند تا ایده شکل میگیره. لوگو سوممون میشه لوگو پیکسترال که مثل همون آبسترکه، ولی اینجا یه چیزی از خدمات، اسم و یا کارکردشون رو ما باید به نمایش بذاریم. حالا میریم سر طراحی چهارم که میشه لوگو مسکات برای برند غذایی و ورزشی. برای طراحی این لوگو باید حتما از یک کاراکتر استفاده بشه. خب میریم سر لوگو پنجم که لوگو ترکیبیه که خیلی لوگو خفنیه که توش هم از تایپوگرافی، هم از پیکتوگرام ها و هم از اشکال استفاده میکنیم. لوگو آخرمون لوگو امبلم که مثل لوگو ترکیبیه ولی یه سری لوگو داخل یه باکس قرار میگیره. به نظر شما کدوم لوگو بهتره؟ دوست دارم نظرتو توی کامنت ها برام بنویسید.